Öffentliches Recht، privates Recht. دوستای عزیز، قبل از این که ما در این باره گپ بزنم یا ایره توضیح و تشریح بکنم برای شما، باید بگویم که ما خودم هم قبل از این که می امتحان سخت کنده پروفن nach paragraf 34 Gewerbeordnung بتم بسیار در یوتیوب پالیدم که باید به زبان دری یا به زبان فارسی امی درس ها را پیدا کنم که مرا کمک کنه، که پیدا نکردم. خب بعد از این که امتحان خدا سپری کردم موفق شدم، خواستم که بر شما ویدیوهای کوتاه جور کنم، خدا کنه که شما را کمک بتانم. Öffentliches Recht, es regelt das Verhältnis zwischen Bürger und Staat. öffentliche Recht به معنای ازی است که یک حقوق دولتی یا عمومی است و میگه دربر میگیره یا رابطه میگیره بین شهروند و دولت. یعنی دوستای عزیز، برای شما بگویم که شما در این بخش öffentliche Recht تنها اینم قرار بفهمید که این مربوط به دولت میشه. مثلا اگر شما یک جرم میکنی، فرض کن موتر شما بسیار تیز میدوانی و بلیتس میخوره، جریمه میشه. مربوط کی میشه؟ مربوط دولت میشه. مربوط دولت میشه و هم در کدام بخشش را باز براتون بعداً توضیح میتم. شما فعلا امیره بفهمین که öffentliches Recht روابط بین شهروند و دولت است. خب حالا میم در قسمت پریوات رخته. Es regelt das Verhältnis zwischen Bürger und Bürger. دوستای عزیز، این قسم که از نامش معلوم است، این یک حقوق یا حق شخصی است که ایره هر شهروند آلمان داره. در آلمان هر شهروند از خود میتونه دفاع کنه. مثلا میگه که es regelt zwischen Bürger und Bürger، میگه ای امی تنظیم میکنه بخش حق یا حقوق بین یک شهروند و شهروند دیگره. خلاصهش براتون بگویم دوستای عزیز که öffentliches Recht مربوط به دولت میشه، پریوات رخت مربوط به شهروند میشه. مثلا در öffentliche Recht اگر شما جرم داشته باشین که رابط به دولت شوه، او را میگن öffentliche Recht، که دولت همیشه بالاتر از شهروند است. و ما داریم دیگه پریوات رخت. پریوات رخت قسم که از نامش معلوم است، ای مربوط به شهروندا میشه. مثلا ما امرای یک شخص عادی دعوایم میشه، یا مثلا یک چیز را از پیش من میگیره دوباره نمیته، ما در کجا میتونم شکایت کنم چیز، این مربوط چی میشه؟ پریوات رخت میشه که توضیحاتش بعدا براتون زیادتر میتیم. فعلا ویدیو طولانی نشه، به او خاطر از شما خداحافظی میکنیم. خداحافظ، وقت خوش، خدا کنه که کمکتان کرده باشم.